الله برکتتون بیاد. نماز تماشا کنید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران الحمدلله ما قرار داریم در ترکیه شهر استانبول در درون بازارش اومدیم به خاطر که مغازه زیارت شاپ 70-80% مال ترکیه میباشه. اومدیم کنترکت نو ببندیم خاطر برادرای ترک. این مغازینشون همون مغازین یک مغازین نیست، این یکی از اون مغازین های دو میدونید که چی ها دارن بارهای نوشونه با کنترکت میکنیم. این ان شاء الله چخوری که شما میدید هر نمود تحفه ها برای مادرها، برای خواهرها، برای نو عروسادارا اینا 10 نمودی تحفه درشت داره گفته ای همین مغازین های برادرها اینو برای نوشونه ان شاء الله با کنترکت نو میبندیم خاطرشون و برای اون چیزی که شما میخواین برای شما پیشنهاد میکنیم. ای همینجا الحمدلله میگیریم در اون کاروکو زدستیان میگیریم میبریم حالا میریم در اون الحمدلله خاطرشون کنترکت میبندیم و با شما نشون میدیم. بس همه شما میرسم این تسبیح ها همش نوان با چشم سر اومده خواستیم بینیم که چی نمود تسبیح ها کچساشون چخیله و صفاتشون یعنی چخیله و جای نمازها را اینا توقیای اینا را گفتن که توقیای برای کودکا اینا الحمدلله سفیده که مایده که خشواک چخیله که اینا چخیله که میبینین توقیای مایده که دیتسکی کودکانه و هر نمود توقیای الحمدلله برای شما اینا این جای نمازها و از همه خوبش چخیله برای شما ما پیشنهاد میکنم جای نمازهایی که میبینین اینا مقام ابراهیم اینا چخیلی که ببینید مقام ابراهیم و اینجا در کعبه و دیگر اینا در کعبه را با ما دیگه نشون میدیم. نگوین که اینا از ترکیه نیستن. هر چیزی که ما میگیم الحمدلله کوشش میکنیم که برای شما خوب باشه، صفاتش هم خوب باشه. اینا در این کعبه برای همه شما با ویدیوهای گذشتگی نشون داده بودیم. در کعبه را اینا دیدین در کعبه را یکی از اونها با حال نوبناوش الحمدلله که نمازهای نوبناوی صفت خوب شد. اینا با سلیمانی هست، مقام ابراهیم هست و دیگر هاش برای شما الحمدلله پیشنهاد میکنیم. اینا این ابی باشد برای ما را هدف است کش داره. چخیلی که میبینین این ابی جان گزل اینا با جای نمازهای دیگه شما میبینین برادر جانو. اینا جای نمازهای غوث هست الحمدلله داغورا اینا مو پادپیسات کردیم. این همین داغور ما الحمدلله اینا داغور ما خاطی ابیجان اونجا شتیم همش داغور کردیم 3 سال کنترکت بستیم خاطی این مغازینش که جای نماز خیلی که شما میبینین همه نمودش. حالا اینجا بیاید باید چی دیگه ش نشون بدیم. همه نه کتاب 35 با 50 که میفروختیم الحمدلله این همین میگرفتیم الحمدلله هزی تمام شده دیگه در مغازه ان شاء الله باز کس میکنیم با میبریم و جای نمازهای هر نمود کرمانی این نمود جای نمازهایی که برای مادرها و خواهرها برای عروسادارا که درشت یک تا جای نماز یک تا قرآن یک تا تسبیح داره به نهایت خوبه و برای شما بود چی ها هست اینا چخیلی که میبینید همه همین ها را ما کوشش میکنیم که خاطرشون کنترکت بندیم بگیریم مغازه زیارت شو بریم و از جمله برای شما یک چیز دیگر نشون میدیم که همین چیزی که شما میبینید الحمدلله این همین چیز در مغازه زیارت شو بود. این درشت قرآن مبارک مثل این فوتلر شای بارها برای شما توصیه داده بودیم یعنی که در نوارها ما که مغازه زیارت شو برای شما هر نمود توفه ها را آماده میکنه. خیلی الحمدلله یکی از مغازین ها بود. حاضر میریم با مغازینی که مثلا برادر ترک زبانی که چی اپیمدین پاستا دارن و دیگر نمودی مغازه زیارت شده چیزی هست و اوشا ان شاء الله برای شما نشون میدیم. فقط نوارا پیگیری بکنین دستگیری از شما پیشنهادی از ما کوشش میکنیم که هر چیزی که شما میخواین همون چیزا برای شما پیشنهاد کنیم. فقط در حق ما دعا در کسب کار ما دعاتیه که پیشرفت باشه. اگر که ما پیشرفته شدیم یک برادر مسلمان پیشرفته شد ان شاء الله که یک برادر دیگر دستش میگیره و اون خاطر برادر مؤمن گفتن. الله برکتتون بیاد. نماز تماشا کنید.